سلام بینندای عزیز، انشالله که جور صحتمند سرحال باشین. خوشم در برنامه امروزیز ما میخوایم کوکوی اسفناج یا پالک آماده کنم. باز بخشش شما یک ویدیو گرفتم دیگه، تا آخر بیننده باشین. من چرخم جور منم. مواد لازم شکسته: 2 دسته پالک یا اسفناج، یک دسته نش پیاز یا پیازچه است، 1 دسته گشنیز است، 2 دانه تخم مرغ، 1 گلاس آرد سفید، 1 گلاس آرد ناخود، دیگهش مسالهش است. 1 گلاس آرد ناخود، 1 گلاس آرد سفید، این مسالهش 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه، 1 قاشق چای خوری که است تخم گشنیز، 1 قاشق چای خوری که است پودر زیره، 1 قاشق چای خوری زردچوبه، 1 قاشق چای خوری پودر پاپریکا است، 1 قاشق غذاخوری نمک است. یک 2 عدد تخم مرغ هم اضافه مونیم. حال تمام مواد را میکس یا مخلوط مونیم. یک گلاس آب اضافه مونین او را 2 دفعه اضافه کن که باز زیاد نرم نشنه. قدر ضرورت هم روغن اضافه مونیم. هر وقت که روغن خوب داغ شد بعد از او مواد داخلش میندازیم. شعله گاز یا حرارت گاز را باید پایین کنین باز که این کوکو خوب پخته شنه. کوکو هم آماده شد. خیلی آسانه، خیلی راحت میتونین آماده کنین، خیلی خوشمزه میه. تشکر از تمام بینندای عزیز. تا برنامه بعدی، خداحافظ.